قهرمانی آسیا در سالهای 2016 2017 و برنده چندین مدال‌ها و فصل‌های جودوی جهان کامرانشاه اوستاپریان در رقابت اولی خود در بازی‌های تابستانی المپیک پاریژ 2024 از جودوکار اسپانی با امتیاز وزر شکست خورد. این زمان همکارمون عبدالنسیم ستارов در شهر پاریژ فرانسه قرار دارد. با او در تماس مستقیم میشویم. سلام عبدالنسیم. آوازها بود که کامرانشاه اوستاپریان آخرین مراتب میدان کسبی میبراید. آوازها تا کجا حقیقت دارند؟ شما با این پهلوان کشور صحبت داشتید یا نه؟ درود همکاران و بینندگان عزیز تلویزیون ورزش و ما واقعا هم در میدان شام د مارسی که در شهر پاریژ قرار دارد امروز شاهد رقابت کامرانشاه اوستاپریان گردیدیم و در انجام واقعا هم بینندگان و هم ما مشاهده کردیم که یک عملکرد جالبی را کامرانشاه اوستاپریان انجام داد و انتظار می رفت که این عملکرد از انجام خاتمه یا فعالیت کسبی جودوکاری او برای ما خبر بدهد. ما هم به سراغ کامرانشاه اوستاپریان رفتیم و وقتی که به سراغش رفتیم خیلی احساساتی بود و از ما وقت خواست که کمی به خود بیاد و سپس صحبتی داشته باشیم و بله در نهایت ما با او صحبت کردیم و واقعا هم رسما گوییم کتبا گوییم کامرانشاه اوستاپریان از انجام فعالیت کسبیش همچون جودوکار خبر داد با یک البته صحبت بسیار احساسی. واقعا هم معلوم شد که محبت زیادی به ورزش دارد و به این مردم دارد و از اون خدمت هایی که کرده است برای ما در صحبت و در مصاحبه گفت و در نشر بعدی احتمالا ما این مصاحبه رو برای شما میفرستیم. امروز انجام کاریرای ورزشی من بود. من جوانی خود را عمر جوانی خود را من نه به زادروزها نه به کوچه‌گردی ها نه به توی معرکه ها فقط در شب روز فکری وطن ملت پرچم برداری و امروز من نتوانستم که مردم سربلند خود را شاد گردانم و این آخرین مسابقه من بود. من از تمام مردم سربلند عزیز تاجیکم عذرخواهی میکنم که من نتوانستم که دل آنها را شاد گردانم و این مسابقه است برد و باخت دارد. همه میخواهند غالب بیایند و در اینجا همه بهترین های پهلوانان بهترین دنیا جمع آمدند. اینجا مسابقات شهری یا ناحیوی نیست، اینجا بازی المپیک است. بسیار مردم نمیفهمند و درک نمیکنند که این برای بازی المپیک اشتراک کردن چقدر آدم عرق جبین میریزد، چقدر مهنت شبان روزه میکنند، چقدر لازم برداره. ولی ما به همه همین نگاه نکرده شب و روز مهنت کردیم، کوشش کردیم که قطره هم تونیم ذره هم تونیم که دل مردم را شاد کنیم. ولی افسوس در جنبست کاریر ورزشی خود من نتوانستم که با یک مدال جنبست کنم و این انجام کار نیست. باز شاگردها هستند، فرزندام هستند. انشاءالله کوشش میکنیم که آرزویی که پدرم داشت، آرزویی که ملت تاجیک داشت مدال بازی المپیک، از این تجربه‌ای که در 3 بازی المپیک اشتراک کردیم با آنها نشان دهیم و شاگردان خود را تربیت کنیم و چمپیون بازی المپیک شما گردانیم. یک چیز کامرانشاه، این رقابت این بیانگر تمامی فعالیت کسبی جودوی شما نیست. فعالیت کسبی جودوی شما از خیلی وقت قبل آغاز شده است و در آنجا ما قهرمانی آسیا داریم. شما بارها و بارها پرچم این ملت را در صدر پرچم‌های دیگر کشورها قرار دادید. برای همین هیچ وقت دل شکسته نباشید. مخلصان شما بسیار زیادند. اگر حالا که در میدان ادای احترام به میدان کردید، برای مخلصانی که واقعا تا امروز
از شما پشتیبانی میکنند. اگر سخنی گفتنی باشد، تشکری گفتنی باشد، ادای احترامی داشته باشید، در خدمت شما هستم. من از سرول با استادان خود، با پدر خود و برادر خود که تمام عمر خود را برای ما، برای تربیت ما صرف کردند، برای تمام مخلصانی که در برد و باخت در پهلوی من بودند، از همه آنها می‌ندارم که تا امروز در پهلوی من بودند. اون نفرانی که دستگیری هم میکردن، اون آدمایی که تحقیر هم میکردن، به همه آنها من می‌ندارم که به همین روزهای هم بلندی ورزشی هم پستی ورزشی به همه روزها نایل گشتیم. خود کامرانشاه در طول این همه سالها توانست که برای ملتش و مهنتش خدمت شایسته کند. چندین بار حالا همکارانمان در استودیو هم این خبر را، این سخن را گفتند که او توانست 2 بار قهرمان آسیا شد و این کم نیست. نه هر ورزشکاری به یک چنین دستاورد نایل می شود و هر رفتنی را در نهایت، هر آمدنی را رفتنی هم خواهد بود.